ابتدای خط فرضی برای زدن بافت در نظر میگیرم و سعی میکنم بافت دو طرف قرینه هم. بعد از شانه کردن مو فرق سر رو باز میکنم، یه مثلث از جلوی سر برمیدارم، به 3 قسمت تقسیم میکنم، یه بافت ستایی از زیر میزنم، ردیف وسط رو بالای انگشت 60 میزنم. لایه‌ای که قرار بهش مو اضافه بشه رو بین انگشت 60 و اشاره نگه میدارم و از زیر خودش بهش یه لایه مو اضافه میکنم. برای گرفتن وز موها از کرم مو یا واکس مو استفاده میکنم. لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باش، هنوز کلی نکته هست که باید بدونی. از دو نشانه دنبالیک برای جدا کردن مو استفاده میکنم و روی هر لایه کارم رو تمیز میکنم. لایه‌ای که قرار بهش مو اضافه بشه، جهت مخالفش رو با 2 انگشت وسط محکم میگیرم که بافتم شل نشه. خط فرضی که میخوام بافت قرار بگیره در نظر میگیرم، هر لایه زیر کار از چپ و راست بهش مو اضافه میکنم. تا قسمت بالای گوش همه لایه ها رو اوریب برمیدارم. به قسمت بالای گوش که رسیدم، لایه ها رو اوریب برمیدارم. به اینجا که رسید دوباره صاف برمیدارم. ردیفی که سمت فرق سر هست، لایه ها صاف جدا میشن. بقیه کار رو با شانه مرتب میکنم. ممنون میشم با زدن دکمه سابسکرایب از کانال من حمایت کنید. از اینجا به بعد موها رو صاف جدا میکنم. به پایین سر که رسیدم، چون هر لایه یه مقدار حجم بیشتر از لایه قبل برداشتم و دستم رو محکم روی کف سر میگیرم، باعث میشه که بافتم به کف سر بچسبه و شل نشه. از روبرو که نگاه میکنی، بافت رو مایل به چپ زدم که مناسب صورت کشیده هست. برای صورت گرد بهتره که بافت به فرق سر نزدیک‌تر باشه.